اوکی، در این مرحله میخوام در رابطه با ماهیچه‌ای که قسمت اطراف ستون فقرات دیویت صحبت کنم. وقتی که از قسمت بالا نگاه میکنیم، ماهیچه‌های دو طرف بایستی در یک مرحله یعنی یکسان باشه، اما اینجا دیوید ما می‌بینیم که قسمت چپش از قسمت راستش بالاتر. این نشون میده که قسمت چپش تایت‌تر و سفت‌تره، یعنی گرفته تر از قسمت راستشه. پس ما چیکار باید بکنیم؟ باید روی قسمت چپش کار کنیم. برای اینکه بهتر بتونیم روی این مرحله کار کنیم، میایم این طرف قسمت اپوزیت ساید و با دستامون خیلی آرام به طرف پایین میکشیم، قسمت ماسل رو بازش میکنیم، به طرف ریب میکشیم خیلی آروم و میگیم که نفس بکشه. هیچگاه از قسمت آرممون، از قسمت بازومون استفاده نمی کنیم چون خطرناکه، به ریب فشار میاد. خیلی آروم از قسمت بالا با انگشت‌ها و با کف دست، فرقی نمیکنه، خیلی آروم به طرف پایین میکشیم و سعی میکنیم این ماسل رو بازترش کنیم. دوستان اگه مشکلی دارین، اگه میخواین که ماساژ خوب بگیرین، حتما با ما تماس بگیرین. ما اینجا هستیم که به شما کمک کنیم. ماساژ آرکس.